زنگ خطر مسئولان نظام نسبت به تهدید رخنه فرهنگی. مدتی پیش مقام معظم رهبری در بیاناتی حکیمانه درباره رخنه فرهنگی هشدار دادند. مسئله فرهنگ مسئله مهمی است. بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی‌ملاحظگی نمیشه کرد. اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه های اقتصادی نیست که بشود جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یا یارانه نقدی داد. اینجوری نیست، به این آسانی دیگه قابل ترمیم نخواهد بود. به دنبال تلاش دشمنان نظام برای گشاد کردن این رخنه، سربازان گمنام ولایت یکی از سرانگشتان فتنه‌گر جریان رخنه فرهنگی را دستگیر کردند. خودت معرفی کن. با یاد و نام امام راحل، من الف ب پ ت س جیم چه خ هستم، یکی از عوامل غیور استکبار جهانی. بچه جور میگرفتندت؟ ایجاد رخنه تو چیز این همین چی بود؟ چیز فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی. چرا دشمنای نظام تو را آزگیری کردن؟ خود مقام معظم رهبری گفته دیگه، دشمنای نظام دنبال نخبه‌ان. منم چون تو کار خودم نخبه بودم از بچگی، تو کار حفر چاه و سوراخ کردن آسفالت و دریلکاری و اینا، بعد دیگه دشمنای نظام روی این احساسات ما سوار شدن و خلاصه دیگه. همدستات دیگه کیا بودن؟ والا بستگی به رخنه‌اش داشت، یعنی اینکه کجا رو می‌خواید سوراخ کنیم. مثلا تئاتر رو می‌خواستیم سوراخ کنیم، یه یارو بود ویلیام شکسپیر نژادنامی بود، بعد یکی دیگه بود برتولد برشت بود، اونم بود. بعد همه‌شون هم آدمای معلوم الحال دیگه و معلوم الحال. مثلا موسیقی رو می‌خواستیم سوراخ کنیم، یه پسر سیاه‌توئه بود بنده خدا عمرش داد به شما، مایکل جکسون نامی بود که بعد ما با این همشیرش جانت جکسون همکاری می‌کردیم. یا مثلا می‌خواستیم سینما رو سوراخ کنیم، یه چی بن افلک نامی بود که فیلمی نیست توش آدم نکشته باشه، فیلمی نیست آدم نکشته باشه. حالا من خام، من نفهم فیلم‌ها اینو دیده بودم ها. بعد اصلا تو یکی از این فیلماش نبود که یک کلام از مقام معظم رهبری حرف بزنه یا لااقل رد پای از التزام قلبی به ولایت داشته باشه. ولی خب دیگه این راهی که آدمو میبره، آدم که میفته توش دیگه همینجوری میره باشه. آره. خب دیگه چه کارا کردی؟ والا در زمینه رخنه هر کاری بگی ما کردیم. این رخنه که تو لالای اوزون ایجاد شده کار منه. اون سده بود که پتروس این انگشتشو کرده بود توش، اون رخنه رو من ایجاد کردم. اون رخنه بود که تو قلب مجنون ایجاد شد. اینو لیلی سفارش لیلی بود، ولی خب خود طرح اجرایش من خودم مجریش بودم اونجا، خودم اجرا کردمش. حالا پیامت برای جوانا چیه؟ پیامم برای جوانا اینه که قبل از هر چیزی فکر سوراخ و رخنه و شکاف و قصه هازا رو از ذهنشون بیرون کنن. آقا ما اینا پیشرفت کردیم در زمینه تورم، مسئولین اون همه متورم، مقامات لشکری متورم، کشوری متورم، دیگه راهی نیست. ما خیلی پیشرفت داشتیم. قوی ترین برنامه‌نویسای دنیا میشینن سایت درست میکنن، ارتش سایبری ما براش فیلتر درست میکنه. خب شما هم به فیلتر درست کنید. میخواید در زمینه سینما کاری کنید، فیلم‌های خارجی رو فیلتر کنید. چه میدونم میخواید نشد بلیط بفروشید. در زمینه موسیقی میخواید کاری کنید، فیلتر درست کنید. برید در معذر حاج منصور عوضی هست، حاج سعید حدادیان، اما اینا کار اصلا در زمینه مکانیک میخوای کاری بکنید، خب فیلتر روغن هست، فیلتر هوا هست، اینا کارا هست دیگه. چرا اون موقع که بد لاک میدادن این حرفا رو نمیزدی؟ خام بودم، نفهم بودم. رفیق ناباب غلط کرد هر کی منو شیر کرد، غلط کرد هر کی کامنت داد، پوک کرد، لایک زد. اصلا این هشتگ منو گرفتن کشیدن سر چیز دست برادران غیور نیرو انتظامی درد نکنه که 74 تا لایک زدن پشتم الان مسوزه. دست برادران وزارت اطلاعات درد نکنه که رو تمام اعضا و جوارم کامنت زدن. من خواستار اشد مجازات هستم. یه اعدام اعتدالی همونجوری که آقای روحانی فرمودن که الان اینم کمه پاسخگوی رخنه‌ای که من ایجاد کردم نیست. چه قیافت آشناست، قبلا هم سابقه دستگیری داشتی؟
گم شوی آقا باز تکراری آوردی که این یه ما یه بار اعتراف کنه که بعد بکش رو دست در نکنه ما گم شدیم دیگه.